سرخط خبرها ماه اکتبر در تاجیکستان دختران تا 14 ساله را بر ضد یک ویروس خطرناک رایگان اعلام می‌کنند. نمایندگی وزارت مهنت تاجیکستان در روسیه برای مهاجران تاجیک تلفن باوری تأسیس داده است. اخراج نزدیک 1000 پناهجوی افغانستانی دوام یک ماه از تاجیکستان. درود بیننده عزیز، نشر نوی برنامه نوید 7 روز از یارتیجه منظور شماست. در این نشر شما را با مهمترین خبرهای هفته اخیر آشنا می‌سازیم. با شما حمید بکی سید از دوشنبه. شروع از 1 اکتبر سال جاری در کشور دخترانی از 10 تا 14 ساله را بر ضد ویروس پاپیلومای آدم اعلام می‌کنند. در این خصوص هنوز 24 ایول قرار حکومت کشور تصویب شده برای عملی شوی آن کمیسیای جمهوری تأسیس داده شده است. طبق قرار حکومت دوره امکنی دختران از 10 تا 14 ساله در مرحله اول یک ماه ادامه می‌یابد، ولی امکنی دختران تا 10 ساله به طور دائمی من بعد هر سال انجام داده می‌شود. امکنی رایگان بوده آن در مکتب‌های میانه و مؤسسه‌های طبی محل زیستی ساکنان گذرانیده می‌شود. خبر می‌دهد از پلوس با تکیه به وزارت تندرستی کشور برای تشکیل و گذراندن امکنی وزارت معارف و علم، کمیته دین و تنظیم جشن مراسم موظف شدند حجره‌های الهیده مهیا کرده اهمیت امکنی بر ضد این ویروس را بین اهالی فهمانند و حکومت‌های محلی از حساب تشکیلات زیرتابع خود واسطه نقلیات جدا کرده با سوزشواری تامین کنند. یادآور می‌شویم که ویروس پاپیلومای آدم بیماری ویروسی جدی است که باعث پیدا شوی زخم‌ها در پوست، عضوهای تناسلی و گردنکی بچگان می‌گردد. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه برای مهاجران تاجیک تلفن باوری تأسیس داده است که مقصد آن شنیدن عرض و شکایت و حل مشکلات مهاجران کاری تاجیک گفته می شود. گفته می شود که مهاجران توسط تلفن باوری می توانند از متخصصان وابسته به مسائل حقوقی، تنظیم مناسبت‌های مهنتی، دریافت جای کار، برداشتن مزد مهنت به مهاجران کمک پرسند. تلفن باوری نمایندگی در زیر اکران‌های شما است. طبق اطلاع آنها این رقم از ساعت 9 تا 18 به وقت مسکو فعال خواهد بود. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی کشور چند پیش اطلاع داده بود که در 6 ماه اول سال 2025 توسط نمایندگی این نهاد در روسیه بیش از 15 میلیون روبل مبلغ کاری مهاجران تاجیک از کارفرمایان روس برگردانیده شده است. دوام قریب یک ماه 1000 پناهجوی افغانستانی از تاجیکستان اخراج شدند. خبر می‌دهد سازمان بین‌المللی مهاجرت. به اطلاع سازمان از 17 ایول تا 10 آگوست از 1647 نفری که از گذرگاه پنج پایان بندر شیرخان به افغانستان برگشتند، 976 تن آنها از خاک تاجیکستان اخراج شدند. باقی مانده 671 نفر دیگر اختیاری برای دیدن خانواده‌شان رفتند. ماه گذشته رسانه از 15 روز مهلت دادن مقامات تاجیک به پناهجویان افغانستانی برای اختیار آن ترک کردن خاک تاجیکستان گزارش داده بودند. پس از این قشن‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نشر یک اظهارات گفت که اخراج شهروندان افغانستان از تاجیکستان به دلیل نقض قانونگذاری کشور در رابطه با بودباش شهروندان خارجی صورت می‌گیرد. مقامات از سبب‌های اخراج آنها به معاملات غیرقانونی، مواد مخدر، تشویق و ترغیب عقیده و حرکات‌های اکستریمیستی، پیشنهاد معلومات و حجت‌های قلبکی برای صاحب شدن به مقام گریزگی، ویران کردن طلبات نظامی مهاجرت، داشتن شهروندی کشور سوم، استفاده کردن قلمرو تاجیکستان همچون کشور ترانزیتی نام بردند. رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی کشور در نشست خبری 7 آگوست در خصوص اخراج پناهجویان افغانستانی گفت گرچند آنها قانونی اقامت داشتند، وقتی قانون را شکستند اخراج می‌شوند. او ذکر کرد از بس که مسئله اخراج کردن آنها در صلاحیت مقامات کارهای داخلی نبود به ما دخل ندارد. تا این زمان گفته میشد که در تاجیکستان بیش از 10,000 نفر از افغانستان پناهجو هستند. حالا آمار دقیق آنها معلوم نیست. شهروندان خارجی در سنت پترزبورگ به حیث خطکشان کار کردن نمی‌توانند. گوبرناتور سنت پترزبورگ الکساندر بیگلوف قرار امضا کرد که جلب شهروندان خارجی را به کار خطکشانی محدود می‌کند. حجت نامگوی نمودهای فعالیت‌های اقتصادی را زیاد می‌نماید که برای آنها در سال 2025 به کارفرمایان سنت پترزبورگ جلب شهروندان خارجی که در اساس پتنت فعالیت مهنتی انجام می‌دهند منع کرده شده است. محدودیت موجود در بخش تاکسی با نمودهای فعالیتی که به انتقال خطکشانی علاقه‌مند است، فعالیت خطکشانی با نمودهای گوناگون نقلیات و انتقال غذا به خانه علاقه‌مند است. مقامات این را با مبارزه بر ضد شغل سایه‌افکن، بلند برداشتن صفت و بی‌خطری خدمت‌رسانی در بخش خطکشانی، اینچنین تأسیس جای‌های نوی کاری برای شهروندان روسیه اساسناک می‌کنند.
در روسیه زنگ زدن توسط تلگرام و واتساپ محدود کرده شد. مقامات روسیه این تصمیم را به مبارزه با جنایتکاری در پیام‌رسان‌های خارجی ربط دادند. این محدودیت تنها به زنگ‌ها توسط این دو پیام‌رسان جاری شده است. هفته گذشته کاربران تلگرام و واتساپ در روسیه از مشکل کار این پیام‌رسان‌ها شکایت کردند. پس از این واتساپ روسیه را برای به پایمال کردن حقوق آدم به معاشرت امن متهم کرد. طبق اطلاع سامانه ویاسکا پیام‌رسان واتساپ 100 میلیون و تلگرام 90 میلیون کاربر در روسیه دارند. مهاجران تاجیک در روسیه اساساً برای صحبت با عائله‌های خود از پیام‌رسان واتساپ استفاده می‌برند. مهاجرت به کشورهای پیشرفته به خصوص اروپا و کره جنوبی از کارگر زباندانی و ملکه کاری طلب می‌کند. اگر می‌خواهید ملکه‌های کسبیتان را رشد داده وابسته به یافتن جای کار و یا پیش از سفر به خارج مشورت گیرید. مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی در یخچال منطقه تاجیکستان کورس‌های کسب آموزی به طلبات بازار مهنت جوابگو را پیشنهاد می‌کند. کورس‌ها از 2 هفته تا 3 ماه دوام می‌کنند و کاملا رایگان می‌باشند. مرکزهای کسب آموزی 21 کورس را پیشنهاد می‌کند و همه شهروندان از 16 ساله بالا می‌توانند در آنها اشتراک کنند. ختم کنندگان صاحب سرتیفیکات‌های بین‌المللی می‌شوند و به آنها در بازار داخلی و خارجی از جمله بریتانیا کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب جای کار پیشنهاد کرده می‌شود. همه خدمت رسانی‌ها در مرکزها در دایره لایحه بهترسازی ملکه‌های کسب آموزی و امکانات‌های با کار تامین‌شوی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و بانک آسیای رشد پیشنهاد می‌گردند. رقم‌ها برای تماس در زیر اکران‌های شما. بیننده عزیز، این برنامه نوید 7 روز بود. با ما باشید و ما را در شبکه‌های اجتماعی پیگیری نمایید. خیر.